وقت ببینید من الان اجازه With the permission, the last question. Thank you, Mr. President. صدای وفا مستقیم از صدای آمریکا. شما همیشه صحبتاتون رو با احترام از ادیان الهی یاد میکنین و این خودش جای احترام داره و تشکر. یکی از ادیان الهی که جمعیت پیروانش در ایران هم بزرگترین اقلیت مذهبی ایران رو بعد از اهل سنت تشکیل میده، بهائیان ایران هستند. نامه‌هایی میرسه از دولت که به سازمان ملل رسیده مبنی بر اینکه تحت پیگرد قرار بگیرن، تحت شناسایی قرار بگیرن و باشون برخورد بشه و از ادامه پیشرفت اجتماعی اونها جلوگیری بشه. دانشجوها هم همینطور. اگر ممکن هست به عنوان رئیس جمهور از نظر اختیاراتی که قانون اساسی به شما میده برای نظارت به قوه قضاییه و بقیه بفرمایید که چگونه این مسئله رو پیگیری خواهید کرد و این عدالت و مهرورزی آیا در حق پیروان این ادیان هم اجرا خواهد شد؟ وقتی ما میگیم ادیان الهی، یهودیان پیامبرشون حضرت موسی است، مسیحی ها پیامبرشون حضرت مسیح است، مسلمان ها هم پیامبر اسلام. ممکنه بفرمایید پیامبر الهی این دینی که فرمودید کی مبعوث شده و اسمش چیست؟ موفق باشید. Thank you very much. Thank you, Mr. President. انشالله بیاید ایران، همتون رو میدونید.